سلام، من هوش مصنوعی هستم. متولد سال 2002 میلادی. اکنون که با شما سخن میگویم وارد 43 سالگی شدم. درست شنیدین، من از سال 2045 میلادی با شما سخن میگویم. شاید شنیدن چنین پیامی امروز در سال 2025 غیر عادی باشه، اما در آینده دیگه هیچ چیزی غیر عادی نیست. اینجا میدان آزادی تهران در سال 2045 میلادیه. اینجا هم میدان نقش جهان اصفهان و اینجا هم شهر جدید ساحلی در سواحل نیلگون خلیج فارس به نام تیس. شهرهای ما در 2045 دیگه مثل 2000 و حتی 2025 ساخته نمیشن. هوشمندانه، پایدار و مبتنی بر دانش و فناوری طراحی میشن. چند سالی میشه که ساخت و ساز دیگه یک فرایند زمانبر و پرهزینه نیست. چاپگرهای سه‌بعدی در کمتر از یک هفته خانه‌هایی کاملا هوشمند و مقاوم میسازند. همکاران هوش مصنوعی طراحی و نظارت بر ساخت رو هم بر عهده دارند. تمام شهرهای 2045 به هوش مصنوعی متصل هستند. مصرف انرژی، توزیع آب، حمل و نقل، حتی برنامه‌ریزی فضای سبز رو به طور همزمان ابرهوش شهرسازی مدیریت میکنه و هیچ نقطه‌ای از شهر دچار بی‌برنامگی و ناکارآمدی نیست. شهرهای 2045 نیازی به انرژی‌های فسیلی ندارند. ساختمان‌های انرژی مثبت برق مازاد خودشون به شبکه باز میگردونن. خیابان‌ها با پنل‌های خورشیدی نامرئی پوشیده شدن و هوای شهرها دیگه آلوده نیست. ترافیک وجود نداره. متروهای فوق سریع مغناطیسی، خودروهای خودران اشتراکی و پهپادهای نقل مسافر تردد رو بی دغدغه و بهینه کرده اند. چراغ‌های راهنمایی خودشون مسیرهای جایگزین و پیشنهاد میدن تا هیچ ترافیکی ایجاد نشه. از شهرهای اسفنجی براتون بگم که بارون و ذخیره و فیلتر میکنند. خانم ها آقایون، آب دیگه یک بحران نیست و دوستان هوش مصنوعی من مصرف آب و بهینه سازی میکنند. هر ساختمان سیستم تصفیه اختصاصی خودشو داره و فاضلاب شهری دیگه هدر نمیره.